هرچه هست از اوست، هیچ ما نداریم. مایی نیست، منی نیست، تویی نیست. 100 سال پیش کجا بودی؟ 100 سال بعد هم چه خواهیم بود؟ هرچه داریم از خداست، به طفیل کیست؟ باغبون آب میده، علف میگه به من آب میده، خار میگه به من آب میده، اما خبر نداره گلیه که همه پرورش این باغبان به خاطر اون گله. اون گیاه و خار هم به برکت اون گل آبیاری میشن. اون گل سر سبد خلقت حجت ابن الحسن به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اگر یک آن پاش از این عالم جدا بشه، منظومه ای نمیمونه، شمس و قمری باقی نمیمونه. جسم او گل سر سبد خلقت عالم طبیعت، روح او گل سر سبد عالم ملکوت. خلاصه محور و مرکز ظاهر و باطن وجود امام زمانه.